سلام، وقت بخیر. امیدوارم همیشه حالتون خوب باشه. این پست ویژه مدیران مالی هست. موضوع بدهی مالیاتی انتقالی بابت مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود هستش. اول باید بدونیم که بدهی مالیاتی انتقالی زمانی ایجاد میشه که تفاوت‌های موقتی اتفاق بیفته. این تفاوت موقتی همون اختلاف مبلغ دفتری یک دارایی یا بدهی با مبنای مالیاتی آن هستش. در پست‌های دیگه تفاوت‌های موقتی و مالیات انتقالی رو بیشتر توضیح میدیم. برگردیم به موضوع. اگه توی یه شرکت انتظار بره که بیش از 1 سال احتمال سوددهی نباشه، شناسایی بدهی مالیاتی انتقالی بابت مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک پذیر ضرورت پیدا میکنه. موفق و مایت باشید.